در نزن. یادت رفته میگفتی میخوام سفرم رنگین باشه ها؟ پدر منو در آوردی. اینم سفره رنگین تر از سفره خار برادرت. دیگه چی میخوای؟ ها؟ سفره‌تو نگاه کن. آرزوی خار برادرت اینه که یه لقمه تین سفره بتونن دست کنن بردارن بخورن. بس خفه شو و زندگی تو بکن، سرت بنداز پایین. من اینو میخواستم. من بهت گفتم اینجوری باش. من گفتم این ترسو بیار سر خونه زندگی من گفتم نونمو بذارم تو خونه خودم و بچه‌ام بخورم. من گفتم دخترمو بفرست تو بر بیابون. داداش چه خبرتون بود؟ عمو بار رسید تو خوابگاه، چه کار باید بکنیم؟ حساب چک کردین پر شده؟ پول ریختن به حساب؟ بله با حساب چک کنیم، حساب پر. چرا حیرونی؟ چه واسه من نگاه میکنین؟ اما چی حرکت کنین؟ راه بیافتین؟ تو رو خدا ول کن. دست از سر بچه ها بردار. بی خیال بچه ها شو. از دور دنیا همینا رو دارم. بی خیال بچه ها بشم؟ مگه مغز خر خوردم؟ پول یامفتو بدم یه غریبه؟ نه بچه های خودم خورن حالشو ببرن. جنزیشون رو دیدی؟ بهترین مارک. همتون گرد را بیافتین. خدایا سپردمش به خدا. ای خدا مگه زورم به این مرد نمیرسه. خودت نگه دارش.